30 اپریل سال 2024 تخمینا ساعت 11:45 راننده دوچرخه تمغه اسکوتر سفاروف النظر سال تولدش 1987 ساکن نوع قبودیان هنگام حرکت از سمت دیهه قزلنشان به سمت جماعت دیهات 20 سالگی استقلالیت نوع مذکور از عهده دوره دوچرخه مذکور نبرآمده و دوچرخه تمغه اسکوتر تحت اداره نابالغ مومنوف عمرعلی سال تولدش 2007 ساکن امین نویه برخورده است. در نتیجه راننده دوچرخه تمغه اسکوتر سفاروف جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. راننده دوچرخه دیگر اسکوتر نابالغ مومنوف جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. اوید بین حادثه تحقیقاتی ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر استرافشان عریضه زن 53 ساله ساکن شهر مذکور وارد گردیده است که 15 اپریل سال 2024 تخمینا ساعت 12:05 هنگام در بازار مرکزی شهر استرافشان قرار داشتنش شخص نامعلوم با روی پنهانی یک عدد جزدانش را که در داخلش 5000 سومونی بود دزدیده از جای حادثه غیب زده است. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا زن 35 ساله ساکن نویه شهرستان با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 33 ساله ساکن شهر خوجند با گمان صادر نمودن کردار قلابی دستگیر کرده شد. گمان بر شونده 25 اپریل سال 2024 در مغازه خوراکواری ارزان واقع در کوچه مهنت پایتخت با روی فریب به باوری مرد 38 ساله ساکن شهر دوشنبه درآمده از او 230,000 سومونی گرفته وعده داده است که در مدت کوتاه مبلغش را برمیگرداند، اما تا حال مبلغش را برنگردانیده است. اوید بین حادثه تفتیشات ادامه دارد.